اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ای فرزند من، حضرت لقمان گفت با مردم معامله خوب کن، با مردم روی ترش نکن. اگرچه امروز صاحب وظیفه هستی، اگرچه امروز صاحب خانه های چند قبطه هستی، اگرچه امروز صاحب فرزندهای با دولت هستی، امروز اگرچند که تو مرتبه های خیلی بلند پیرزاده هستی، شیخزاده هستی، کسی نباشی. با مردم معامله خوب کنید، با خلق خدای روی ترش نکنید. اگر مبادا یکی از انسانهایی که بی‌قدرترین در بین شما باشد، میگوید مفسرها، آمد نزد شما بزرگها، اگر عرضی دل کرد تا آخر صحبت وی گوش انداز، تا آخر صحبت وی در گوش انداز. وی چی میخواهد، وی چی میگوید؟ امروز خوش به حال تو که تو حاجت برار شده ای، امروز خوش به حال تو که مردم پیش تو عرض دل میکنند. اینم یکی از بزرگی تو را نشان میدهد. زمانی که اگر با داد دل آنها برسی، اگر صحبت آنها را گوش اندازی و اگر خدمت آنها را چکار کنی، پیشنهاد آنها را خدمت کنی. در دوام چی میگوید؟ اطراف این من به شما 2 جمعه صحبت کردیم. ولا تمشی فی الارض مرحا. ای فرزند من، وقتی در راه قدم میزنی، خرامان خرامان قدم نزن. اگرچه تو فرزند لقمان هستی، اگرچه پدری تو اهل خرد است، که بعضی مفسرها حتی با پیغمبر بودن لقمان هم روایت ها دارند. اگرچه گویم تو فرزند پیغمبرم که باشی، تو در راه با فخر قدم نزن. الا تمشی فی الارض مرحا. برای چی؟ ان الله لا یحب کل مختال فخور. زیرا آن خدایی که لقمان پیدا کرد، آن خدایی که تو ای فرزند من پیدا کرد، و دوست نمیدارد مختال و فخور را. مختال خود از کلمه اختیال است. اختیال کسی که خود برتری دارد، خودبینی دارد، فخر دارد در راه، او را مختال میگویند. خداوند این گونه انسانها را میگه دوست نمیدارد. فخور شخصی هست که شرفش از روی مالش است، از روی فرزندهاش است، از روی وظیفه و منصب و حسب و نسبش است. اینا را فخور میگویند. میگوید اگر صاحب اینها هم که باشی، تو در راه چکار نکن، در راه خرامان خرامان قدم نزن. یعنی با فخر قدم نزن. زیرا که در دیگر آیت های قرآن چی؟ سوره اسراء ده خدا میگوید ولا تمشی فی الارض مرحا انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا. میگوید انسان در بالای زمین فخر کنان راه نرو. برای چی؟ انک لن تخرق الارض. این زمین سختی که من آفریدم، با این قدم های فخرانه تو باید شکافتن میتوانی. یعنی این زمین من خیلی زمینی سخت است، تو با این قدم های خودت این زمین های من را شکافتن میتوانی، اینها را پاره پاره کردن میتوانی. ولن تبلغ الجبال طولا. ای انسانی که قدم های فخرانه میزنی و کوههای من، میگن نظر کن چند قدر کوههای بلند دارم، هر چند گردن فرازی کنی با کوههای من برابر شدن میتوانی. از این خاطر چیکار کن؟ در راه آهسته قدم بزن. در راه آهسته هم نه، با وقار قدم بزن، قدم های خوب بزن با وقار. پیغمبر خدا با وقار راه می رفتند، یعنی هیچگاه پیغمبر خدا آهسته راه نمی گشتند، یا اینکه سر
طرف زمین راه نمیگشتند، بلکه یعنی چنان راه میگشت که حتی که دشمن از دیدن پیغمبر خدا در ترس می آمد که چقدر قوه بلنده در این پیغمبر وجود دارد. یعنی همه وقت اسلام او شما را با وقار راه گشتن دعوت میکند. زیرا در قصه ها می آید که بار یک مرد بسیار میگد مردوار راه میگشت، مردوارش خیلی همیتا بیچاره احوال راه میگشت. حضرت عمر یکی از مجاهدان راه اسلام، یکی از دلیران، به او چی گفت؟ لا تمت علینا دیننا اماتک الله. انسان گفت چرا مردوار راه میگردی؟ چرا با وقار راه نمیگردی؟ دین ما را بر ما نمیران. گفت خدا تو را هلاک بگرداند. این دین اسلام در نظر ما دین مردن نشان نده گفت، بلکه گفت با وقار راه بگرد، یعنی با شکوه راه بگرد که از دیدن تو دشمن چیکار کند؟ دشمن هراسان شود که مسلمان قوت دارد، مسلمان غیرت دارد، جسارت دارد. مردوار راه نگرد. یک نفر دیگر را دید مثل بعضی ریاکارهای وجود دارد که خیلی خودش را خاکسار میگیرد، میگوید بسیار خاکسارانه راه میگشت و همین سر طرف پایان. حضرت دیدن ناراحت شدن، گفتن ارفع رأسک فإن الاسلام لیس بمریض. گفت سرت را بردار. گفت ای بنده خدا، گفت با وقار راه بگرد، اسلام ما بیمار نیست. گفت اسلام در نظر مردم بیمار نشان نده. یعنی حبیب خدا با وقار راه میگشتند، فقط بدون تکبر. یعنی وقتی راه میگردین با وقار راه گردین، مردانوار راه گردین، لکن خالی از کبر باشد. در راه گشتن آن کبر وجود نداشته باشد که خداوند تکبر را دوست نمی دارد. کسی با این گونه اگر راه گردد، خدا میگوید من وای دوست نمی دارم. اگر سوره فرقان هم نظر کنیم چی میگوید خداوند؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و عباد الرحمن الذين يمشون على الارض حونا و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. در سوره فرقان هم خداوند میگوید بندگان رحمان همان بندگانی هستند که در راه با وقار و با شکوه راه میگردند، لیکن خالی از کبر هستند. انا حضرتم فرزندش با این گونه وصیت کردند که ولا تمشی فی الارض مرحا، در بالای زمین تکبرانه راه نگرد، زیرا خداوند تکبر را دوست نمی دارد.